ممنونم انداختم بی پروتکشن آنبریکینگ مندینگ رو آرما دیگه چیزی نمیشه زد نه؟ نه محمد اون بیس نشونه گی بودن توه. میخواد چه بیسیه؟ برو الان برای فردا منیم توی کریزی درست میام؟ خب باید برای کریزی هم جور کنیم آره؟ نمیدونم انا مثلا تا اینجا کار خورد کردم 100% یه دقیقه محتوا ازش در نمیاد. محمد آنی؟ یا میوت کردی؟ وقتی حرف نمیزنی یعنی میوتم باید میخوام ببینم کتاب میخوایی چیکار کنی واسه هر دو تا سه تا کتاب میخوای یه کتاب خونه بخوای نوت را داداش من همیشه همه کار میکنم. یعنی نمیری از گاوا کتاب بگیری؟ نه والا داداش کارت درست کار کمتر بهتر. مشکل داری دلغک مشکل داری فهمیدم وای کرس آف ونیشینگ چیه وقتی میمیری آیتم دیگه چیز میشه دی اسپام میشه اونو بزنیم مردیم تو اند آیتما برن همشون دست حریف لوز ندیم. نظرته؟ نظر من باید بریم ویلیجرش بیاریم. سب کن ما که عقب ایجار پر کردیم من چرا دارم یه سر ریل کشی میکنم؟ ناکنید من خیلی بد وقتم پس هم الان من ساب کنید داره. حاجی مردی منو زدی دهنت سرویس دارم میمیره. وای آیتمام دهنت سرویسم منم زدم. من ریدم تو این سرور که همیه ساخته. حاجی وای فول پروتکشن الان ما رو میزنه اصلا با چی باید ما رو دیر نمیریم جلوشون؟ سوالم اصلا چطوری نمیریم جلوش؟ باشه من با عکس دارم میزنم باید یه شمشیر دست و پا کنم واسه خودم. عالی 2 تا ماب جلو منن. مردم من دوباره. محمد بیا پشت من. دارم میزنم تو نیم اچ پی نه؟ وای منم پویزن کرد ولی نمیمیریم ان شاء الله. من نمیام. من ندر نمیام. خب دوستان عزیز الان ساعت 5 صبح محمد رفته 10 ساعت دیگه مسابقه شروع میشه و الان من باید بیام آیتما خودمو جمع کنم شاید آیتما کریزی رو باید جمع کنم. آره بریم سراغش. ایده برای حرف زدن ندارم والله. طبق معمول بریم چوب بکنیم. آره الان فهمیدم تاورم شکسته باورم عکس درست کنم. ای بابا خب نه درخت‌ها روش کردن از اونورم آهن میخوایم که بفروشیم پس من چند دقیقه میشینم اینجا AFK میخونم. آره حقیقتا حوصله‌ام سر رفت اینجا AFK کنم. خودم مشغول یه کاری میکنم من نمیدونم چه کاری واقعا نمیدونم. الان یادم اومد با کرس آف ونیشینگ هم بگیریم چون اگه مردیم وسایلمون دست انمیان نیافتن. آره امرالدم دوباره تموم شده. من ریدم تو این سرور که همیه ساخته